دلایلی که باعث شکست خانم هیریس شد. دلایلی که باعث شکست خانم هیریس شد در این ویدیو برایتان توضیح داده خواهد شد. تا آخر ما را دنبال کنید. We must accept the results of this election. Earlier today, I spoke with President-elect Trump and congratulated him on his victory. I also told him that we will help him and his team with their transition, and that we will engage in a peaceful transfer of power. دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا پیروز شد و با شکست دادن رقیبش کامالا هیریس معاون رئیس جمهور بازگشت تاریخی به کاخ سفید را رقم زد. برخلاف انتخابات سال 2020 ترامپ از همان ابتدا پیشتازی خود را حفظ کرد. کامالا هیریس که پس از کناره‌گیری جو بایدن از رقابت‌ها نامزدی حزب دموکرات را به دست آورد، دومین زن نامزد ریاست جمهوری است که از ترامپ شکست می‌خورد. January 20th, 2017 will be remembered as the day the people became the rulers of this nation again. هیلاری کلینتون که در سال 2016 با ترامپ رقابت داشت، نیز شکست خورد. در ادامه دلایل اصلی شکست هیریس در مقابل ترامپ بیان خواهد شد. اقتصاد که مسئله اصلی رای دهندگان بوده است. ترامپی که پس از همهگیری کرونا به بالاترین سطح خود از دهه 1970 رسید، به ترامپ فرصت مناسب برای طرح این سوال داد که آیا اکنون وضعیت مالی شما بهتر از 4 سال پیش است؟ بر اساس نظرسنجی ها بیش از نیم از رای دهندگان در مدیریت اقتصاد دونالد ترامپ را به کامالا هیریس ترجیح دادند و 31% از رای دهندگان آن را مهمترین مسئله خود دانستند. دومین دلیل مسئله اجتماعی است. علاوه بر اقتصاد، انتخابات ها اغلب توسط مسائل اجتماعی احساسی نیز شکل می گیرد. دموکرات ها امیدوار بودند که مسئله سقط جنین رای دهندگان را به سوی خود جلب خواهد کرد، در حالی که ترامپ روی مسئله مهاجرت تمرکز داشت. هیریس به طور جدی بر آزادی سقط جنین تاکید داشت که مسئله قدرتمند در این انتخابات نبود. سومین مسئله تمرکز بیش از حد به ترامپ. در هفته های پایانی کمپین، هیریس حملات خود را علیه ترامپ تجدید کرد و او را فاشیست، نامتعادل و بی‌ثبات خواند. هیریس مانند هیلاری کلینتون در سال 2016 بخش عمده از کمپین خود را بر نامناسب بودن ترامپ برای این سمت متمرکز کرد. او این انتخابات را به عنوان نبرد برای دموکراسی معرفی کرد. فرانک لانس، کارشناس نظرسنجی در پلتفرم اکس نوشت کامالا هیریس این انتخابات را زمانی باخت که تقریباً به طور کامل به دونالد ترامپ متمرکز شد، به خاطر که رای دهندگان از قبل ترامپ را می شناختند و آنها می خواستند بیشتر در مورد برنامه های هیریس برای روزها و سال اول ریاست جمهوریش بدانند. تشکر از توجه شما تا این دم. برای حمایت از ما چینل AI TV را سابسکرایب کرده لایک و زنگوله را نیز فراموش نکنید.